برادر میگه که از یک برادر 6000 روسی قرض کشیده بودم در وقتی که کورسش 1000 به 160 سوم فرق میکرد اما حاضر کورس پر شدگی 1000 به تو حتی یکونو مراتب کم شدگی 1000 به اوجه 104 سوم شد همین حالت به قرض چه گرونه چی خیلی یعنی معناش وقتی که گرفته بود یعنی $1000 گرفته بود هم وقتنده $1000 به 160,000 روسی گرفته میتونست هم خیل یعنی $1000 اکثر 60,000 بود اگر همه خیلی کش بگیرید میشنه که المهم یعنی من نمیدونم این چی داشته یعنی نرخ نوعی نه این دلار شروع بلش الله علم چی خیلی یعنی اگر میگیم ها $1000 گرفتی اصل چی میگیم $1000 گرونه میتی هم با کدوم عمله گرفتی همین عمله گرونه میتی $1000 گرفتی ها یعنی حاضر $1000 گرفتی مثلا میگیم $1000 گرفتی $1000 ها شما مثلا یک ماه پیش ها $1000 گرفتی همین anda یک ماه پیش $1000 100,000 روبل میستاد امروز $1000 چنده 200,000 روبل میشد شما همین $1000 خودش میگردید فهمیدید یا نفهمیدید نه فهمیدید این چیزه ها چی خیلی که یعنی عمله گرفته هم عمله خودش گرونده میتیه لیکن الان برای که تو که مشکل نشود یعنی لیکن مثلا بعضی وقت میشد که یعنی چه یعنی $1000 گرفتید اكو مثلا $1000 یافته نمیتونید ها $1000 گرفتید وقتی که گرفتید $1000 چنده بود یعنی 100 ها 20,000 میشه شد اکثر 20,000 بود هم خیلی نه اکثر 20,000 بود انا امروز اومدو $1000 تون 100,000 شد اگر دلار نباشد چیکار میکنید یعنی قرض صدات یا اون صدات به مینگرید همین روز نرخ بنگشته همین روز همه $1000 قرض میتیم فهمیدید یا نفهمیدید هم به یعنی حدیث ابن عمر اومده که میگفت که من شطور میخریدم میفروختم با دینار بفروخته درهم میگرفتم با درهم میفروختم دینار میگرفتم هم به یعنی یک عمله دیجاج و دیگه عملتین میشه لیکن با شرط چی باشد یعنی سعر یومش باشد فهمیدید سعر یوم یعنی همین روز من حاضر یعنی شما مثلا قرضون همین روز دادنی باشم همین روز کورس بنگشته همین روز مثلا پول میتیم شما فهمیدید یا